سلام دوستان، فالوورای عزیز، غلامی هستم در خدمتتون. میخوام درباره جعبه فیوز کالکسه‌ای مال پژو، سمن و روا و آردی براتون توضیح بدم. جعبه فیوز کالکسه‌ای اونایی که 8 تایی هستن مال خودروهایی که ABS دارن و اونایی که 4 تایی مال خودروهایی که ABS ندارن. جعبه فیوز این دو تای بالا مال دورهای کند و تند فنهای خنک کننده هستن. این دو تا زاپاس هستن، هیچی نیست، فقط واسه زاپاس که اینا بسوزن یک زمانی سریع دسترسی داشتید باشیم به فیوز. این دو تای آهنی، این یکی مال چراغ هاست، وقتی اینو در بیاری چراغ های جلو کار نمی کنن و این یکی اگه در بیاری کلا برق پشت آمپر ماشین قطع میشه و ماشین روشن نمیشه، نه استارت میکنه نه چیزی. این دو تای آخری مال ABS هستن. اونایی که ABS دارن این دو تای آخری هستن، اونایی که ندارن فقط این 6 تاست. بعد برق ورودیش از اینجا از سر باتری به اینجا وصل میشه و خروجی ها با این سوکت های زیر جعبه فیوز برای فنها و پشت آمپر و ABS و فن تهویه از اینجا خارج میشه. ممنونم از شما. لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. تا آموزش دیگه، فعلا خداحافظ.